السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران مهربان من، عزیزان دل، امروزها بسیار شدند بعض از برادران بی عقل و دخترهای شرمنده. به چه خاطر که بسیار امروز برادران از حسابونی که دو سوم زیاد جمع آوری کردند، یکی به ناز کشی و یکی به سیگار کشی و یکی به پیوه و عرق نوشی و دیگری به کلیان کشی، همون رزق روزی خودشان بیهوده صرف میکنن. برای چی گفتم دخترهای شرمنده؟ امروزها در سامانه‌های اینستاگرام متاسفانه بعضی از همون تاجیکای ما و شما کن دخترهای این خیلی کمتر ثروتمند همون بوتلکاهای خدا زده مثلا که میکشن و بعدا کلیان ها را از دهان بینشان دود میکنن. الله تعالی هدایتشان کند. دوستای خوب، برای مثال اگر شما یک تلفنی آیفون خریدید، آیفون همون 100,000، خدا نکرده اگر وای در یک جای سختی افتاد، از همون 10 ایتاژ افتاد، میگن من 100,000 دینا مثلا که خریداری کردم حوزه رفت زمین تلقان شد. 1001 فکرتان تا اونی که از همون 10 ایتاژ و 1 ایتاژ فرامده از حال تلفن خبر گیرین، اما یک دقیقه فکر نمیکنی که این تنهایی که با موت الله سبحانه و تعالی رایگان داد، یعنی که 100% بود و نرخ و نوا ندارد. بعضی انسان ها حتی اونی که سلامتیشون مثلا درست نیست با صدها هزار دلار فقط یک گرده رو خریداری میکنن. اما تو میگیری اون افلاسات و اون فسادی که هم الله سبحانه و تعالی و هم رسول الله سبحانه و تعالی گفتن که همین کار نکن، همین از همین چا دور باش. تو میگوی پروردگار به من قانون تو معنا ندارد، هم ناز میکشی، هم سیگار میکشی، هم دخترهای بی عقل روسیا کلیان دود میکنن. عزیزان من، این تنه ما و شما بی صاحب نیست. این تنه ما و شما، این عمر جان ما و شما خالق خود را دارد که روزی محشر از اونا حساب کتاب پرسیده می شود که ای فرزند آدم دست و پای روان داشتی، به کدام عمل صرفش کردی؟ اون روز ما و شما کند و کرختیم، این تنه ما و شما حرف میزند که فلانی ابن فلانی با واسطه من ناس و سیگار و کلیان و غیره و ها کذا شد، پروردگارا حق مرا برگردان. پس دوستان من، این تنه که الله تعالی داد در راه حرام استفاده نبینیم، چون که بسیاری از جوان ها میگه سیگار کشیدن مقصد پرتوفتن، یعنی که بی حد مشکل. آخه دوستی من، همون ناس کشیدنش از خود کردی، سیگار کشیدنش از خود کردی، اینقدر مرد بودی، خب اکنون مرد شده همون افلاس پرتا. میدانی که به عمر و جان تو، میدانی که به رزق روزی تو هزاران هزار زیان داره و فایده نی. به هر پچه سیگاری که میخری چندین مثلا که کودکات و مادرت مثلا میتونی سیر کنی، یکم با جای همون یک چیزی بخر که هم برای تو هم برای خاندان تو مثلا فایده آور باشد. الله سبحانه و تعالی همه ما و شما را برای راست هدایت کنه و از این خیل مشروبات و از این خیل چیزهایی که الله تعالی در قرآن عظیمشان خمر گفت، حرام گفت، همه ما و شما را در حفاظت خودش نگه دارد. و السلام علیکم و رحمت الله.